سلام بچه ها، یه ولاگ جدید داریم. امروز میخوایم با هم چمدونای منو جمع کنیم، میخوایم بریم دبی. یا با من بریم سفر دبی منو با خودت. خب سلام بچه‌ها، میخوایم با نگین و دوستاش با هم بریم دبی. نگین الان اینجا داره میگه که اتاقم همیشه اینجوری، هم خود دروغ میگه، همیشه همین جوریه. اونجوری نیست. یا ابوالفضل، یه چمدون لباس، یه چمدون کفش، مگه میشه؟ نگین جان، ست بلک اند وایت، چرم کروکودیل دریایی رو برمی‌داریم. عشقم یه چادری، یه مانتوی، چیزی برای دل منم یه ذره شاد باشه دیگه. قربونت بشم من، هرچی کوتاه. اوه این یکیو بیشتر بردار، سفید بردار. سفید برداشتی، بنفشش هم که برداشتی. دلم به حالت میسوزه. نمیتونی بپوشی عشقم. یا ابوالفضل، آرزو بر جوانان عیب نیست. حوله بر چی برمی‌داری؟ حوله اصلا چیه؟ من مجبورم که تیشرت زیاد بیارم عزیزم، چون دوتایی باید با هم استفاده کنیم با این وضع لباسی که داری میاری. این کلاه رو میتونی؟ خب پایان 90 دقیقه. این بنده خدام که هر چی تو دلش بود ریخت تو دایره واسه ما 10 سال با هم رفیقیم. خب به هر حال رسیدیم. خدا رو شکر اضافه بار نگین جانه پولام به دستش رسید. الان هم منو بدبخت میکنه هم خودشو. فاطمه همه جا هستی، برو بیرون دیگه از زندگی. تو سفر ما هستی. شروع شد. الان مثلا نشون میدن که با پاس میرن، مثلا بقیه بدون پاس میرن. چه خانم خیلی محترم رو میبینیم، بعد به حرفاش گوش میدادیم. کویری لوت در بین راه. اینجا یه دونه هواپیما بدون رنگ داریم، قسمت شاگرد هواپیماست. همچین پیغام میده رسیدیم، مثلا انگار داریم میریم آمریکا. اینم هتل. بچه‌ها اینجا فکر کردم ما خواهر برادریم، یه اتاق دو تخته جدا داره. خدا شکرم که همه کمدار نگین برمی‌داره. محمد جانم، این گزارش منه یا خدا تو؟ نه، بای